وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدیر. سید ابن طاووس میفرماید عصر جمعه اعمال جمعه رو اگه انجام ندادی دیگه این یه دونه رو نذارد دستت فوت بشه، صلوات زراب و دیگه حتما انجام. عجایبی در مورد برکات این صلوات گفته شده. این آقا بیاین فرهنگ کنید، صلوات زراب اصفهانی رو باب کنید، تو تلویزیون ان شاءالله باب بشه، تو جلساتتون باب بشه. عصر جمعه اگر میشه، اگه برنامه‌ای دارید این صلوات رو بخونید. این عصر جمعه دعا مستجابه. صلوات عجیب غریبی است، بخش عمده‌اش هم دعاهای خاصه برای امام زمانه. بعضی بزرگان فرمودن که این صلواتو که بفرستین بعدش امام زمان برای شما یه دعای خاص میکنن. دیگه بالاتر از این چی میخواد؟ یه پیام بیاد مثلا دفتر رهبری که آقا دیشب شما رو با نام دعا کرد، شما هر وقت صلوات زراب رو بخونی امام زمان برات با توجه با نام دعای ویژه میکنه. اگه بشه مقید بشیم در طول روز یه بار لااقل این صلوات رو بخونیم. حرم میریم بالا سر امام رضا دعا مستجابه. در روایت داره تو کل نماز جعفر طیار، تو کل نماز، تو این 4 رکعت الدعا فیها مستجاب، تو این 4 رکعت دعا مستجابه، مثل زیر قبه امام حسین میمونه. شما هر جای نماز جعفر طیار که دعا کنین مستجابه. حالا خوش به حال اونی که نماز جعفر طیار میخونه بالا سر امام رضا، تو قنوتش هم که دعا مستجابه صلوات زراب اصفهانی میخونه. دیگه قانونش دروغه. خوش به حالش. توجه خاص تو بهترین وقت به امام زمان. حضرت هم که شرمنده کسی نمیمونن، ایشون هم یه توجه خاصی انشالله میکنن. یه کتاب اصلا داریم مکیال الفوائد، این آقا اونی که یادمه 100 تا فایده گفته در مورد دعا برای امام زمان، 100 تا خاصیت. تو هم یه دعای کوچولو اللهم عجل ولیک الفرج، خب امثال من تنبل تو همینش هم نمیگیم، اگه لطف کنید در شبانه روز یه بار همینم بگی، هم یه دونه رو شما بگی چه آثار عجیب غریب داره. چه برسه به صلوات زراب که هم صلوات برای تک تک اهل بیت به طور خاصه، هم دعا برای امام زمان به طور خاصه. این همه برکت و فضیلت ازش غافل نشیم. انشالله خدا توفیق بده شبانه روز یک بار لااقل این صلوات رو بخونیم. قرارمون از این جلسه با هم دیگه در شبانه روز لااقل یک بار صلوات زراب نشد، جمعه ها لااقل عصر جمعه این صلوات در دستمون نره. انشالله که مورد عنایت و توجهات خاص امام زمان باشیم. انشالله که این نیمه شعبان آخرین نیمه شعبان غیبت امام زمان ارواحنا فداه باشه، ملاقات جمال دلرباش نصیب ما هم بشه. اگر نشد لااقل مثل زراب لااقل نور امام زمان رو ببینیم. اللهم أعطني في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عيناه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.